دلتنگی واژه عمیقی است که تو را و مرا به ابدیتی بزرگ وصل می کند. عشق که بیدار شد. فاصله امتحان بزرگی است که تو را و مرا به عمق عجیب سکوت می کشاند، به عمق عجیب فکر کردن. عشق که بیدار شد. روز و شب زمان را به خاطره‌ای بدل می کند که تو در آن می غلطی، که تو را و مرا به یادآوری دوباره می کشاند. عشق که بیدار شد. وقتی اونجا شبه اینجا روزه، وقتی اونجا روزه اینجا شبه. اینو تو به من گفتی. اینو تو به من گفتی تو آخرین تلفنت. گفتی خیلی دوریم از هم، خیلی دوریم. میدونم. من گفتم خستم بذار بخوابم. تو خندیدی، منم خندیدم. گفتم قطع کنیم قبل از اینکه من دوباره شروع کنم به غر زدن. باز خندیدی، گفتی باشه. بعد گفتی من منتظر میمونم تا تو اول قطع کنی. بعد گفتی دوست دارم عزیزم مثل همیشه. من گفتم دوست دارم عزیزم واسه همیشه. بعد من تلفن رو قطع کردم. اینجا شب بود وقتی تلفن رو قطع کردم، اونجا روز بود وقتی گوشی رو میذاشتی تو روستای نزدیک کابل. این آخرین باری بود که صداتو شنیدم. زندگی، کار، روزمرگی، کلاس، درس، دانشگاه اینجا تو آمریکا ما رو تبدیل کرده به یه آدمایی که کم یادمون میمونه. گاهی هم بعد یه وقتی برای خودمون یه کسایی که دوستشون داریم بذاریم. غر نزن. بخش مهمی از زندگی همین پر شدن و خالی شدن هاست. بعد این شعر رو برام خوندی. وقتی خدا بیزار شد از انسان رو به آسمان کرد، وقتی انسان بیزار شد از خدا رو به خورشید کرد، همه چیز از هم پاشیده به نظر می رسید. پس انسان گریست اما با صدای خدا، و خدا خون ریخت اما با خون انسان. بعد آسمان و زمین محل اتصال این دو شد، در حالی که او انسان می گریست و خدا خون میریخت. ما سکوت کردیم به عمق احساس شعر تد هیوز. من دستاتو گرفته بودم، دستاتو همونجا بودیم کنار اون رودخونه، همونجایی که یه بار بهت گفتم آره و باهات موندم. با لباسای سفید همدیگه رو بغل کرده بودیم. اون روز تو شدی همه زندگی من و من شدم بخش مهمی از ذهن تو. همه خوشحال از ازدواج ما کنار میسیسیپی میرقصیدن. بعد نگاه مقصودو بهم کردی و گفتی به این رودخونه نگاه کن، گاهی پر میشه گاهی خالی میشه مثل زندگی ما آدما، ولی زندگی ما آدما هیچ وقت تموم نمیشه. همیشه یه چیزی یه جایی هست که باید بگردیم و پیداش کنیم. از تو دیگه خبری نشد. روزا گذشت بی خبر از تو. الو آنجلا. بله سلام، من کلونلم. بگید کلونل. بگید چی شده؟ 3 روزه که خبر دادن مایک توی یه درگیری نزدیک کابل زخمی شده.
کسی هنوز پیداش نکرده. نیروهای فرانسوی دارن دنبالش میگردن. ما فکر میکنم. الو آنجلا میشنوین؟ و من داشتم بهش گوش نمیکردم. الو آنجلا میشنوین؟ و من داشتم بهش گوش نمیکردم. الو آنجلا میشنوین؟ و من داشتم بهش گوش نمیکردم. من بهش گوش نمیکردم چون نمیخواستم گوش بدم. در تمام مدت دارم به تو فکر میکنم و همه لحظه هایی که برای با تو بودن از دست دادم. باورم نمیشه، نه اینکه نخواد باورم بشه، چون فکر میکنم قصه من و تو اینجا نمیتونه تموم بشه. ما که جای این قصه باید یه چیزی باشه. مگه نه؟ خودت به من گفتی. مگه نه؟ مگه نه؟ مگه نه؟ مگه نه؟ مگه نه؟ با همین فکرها و حرف هاست که خوابم میبره، در حالی که خونه پر از گلاییه که دوستای تو و من به یاد تو آوردن، روزای سفید که عاشقشون بودی و من که هنوز با خودم فکر میکنم یه جای این قصه باید یه چیزی باشه. خوابم میبره، خوابم میبره، خوابم میبره. من اسمم سلیمه، سلیم تکریتی. کاری داشتید با من؟ سلام آنجلا. آنجلا من اینجام توی یه خونه روستایی نزدیک کابل. یه تیر جنگی شکممو شکافته ولی خوب میشم. یه توپون منو پیدا کرد تو خانم، اسمش سلیمه، سلیم تکریتی. آنجلا نگران نباشین، آدمای خیلی خوبی هست. من حالم بهتر میشه، باور کن. اینو دکتر اینجا گفت، فتا، جلیل فتا. اسمش سلیمه. آنجلا میشنوی؟ آنجلا انتقال دادن من براتون خیلی خطر داشت، باور کن. آنجلا، آنجلا، آنجلا. توی خواب یه چیزای دیگه هم دیدم. بریده های نورن که از سقف پوسیده ی اتاق میریزن روی قالی کهنه ایرونی. یه تخت با روکش چرمی سیاه و کیسه های گره زده دارو. ما چی کار میتونیم براتون بکنیم؟ تنها کاری که میشه برای آدمی کرد که یه گم شده داره و داره دنبالش میگرده. میشه واضح تر بگید لطفاً؟ میخوام پیداش کنم، میخوام برم اونجا. یعنی شما واقعا فکر میکنید زنده است؟ اونم چون تو خواب شما اومده؟ باید یه چیزی باشه. اون اسم اونجا مثل باطلاق میمونه خانم، ممکنه توش گیر بیفتی، خیلی خطرناکه. ما نمیتونیم هیچ مسئولیتی رو. سلیم سلیم تکریتی، یه روستا نزدیک کابل. من اسمم سلیم تکریتی. اینم نجمه زنمه. به ما گفتن یه زن آمریکایی تو تنها هتل شهر دنبال ما میگرده. کاری داشتید با من؟ کاری داشتید با ما؟
سلام سلیم، من آنجلام. اومدم دنبال مایک. سلیم بغض میکنه، یه نگاه به نجمه میندازه و میگه مایک. بعد وقتی وارد خونه سلیم میشم، بریده های نورن که از سقف پوسیده اتاق میریزن روی قالی کهنه ایرونی. یه تخت با روکش چرمی سیاه و کیسه های گره زده دارو. اینجا چقدر نور هست. تو عاشق نور بودی مایک. بعد نجمه کوله پشتی مایک رو بکنه. مایک به دارو اعتقادی نداشت. خیلی دارو نمیخورد. دکترش همه سعی خودشو کرد. جلیل فتاح گفتیم یه جوری هماهنگ کنیم برسونیمش به نیروهای خودتون، اما نشد. اون موقع انتقال دادنش غیر ممکن بود، خیلی خطرناک بود، طالبان همه جا بود. مایک خودش هم نخواست که بره. گفت خواب اینجا رو دیده بوده، خواب من، نجمه، دکتر. گفت اگه بشه همینجا میمونم تا خوب بشم. عکسامون دفترچه یادداشتش، آخرین یادداشتش برای من. سلام آنجلا، من برای تو می نویسم و ایمان دارم یه روز اینا رو می خونم. دیشب یه خواب عجیب دیدم، خیلی عجیب. من و تو بودیم، داشتیم توی یه دشت می رفتیم، یه دشت وسیع. همه چی سفید بود، حتی لباسای ما. دستای همدیگه رو گرفته بودیم. به یه رودخونه رسیدیم مملو از آب که نه پر میشد نه خالی میشد. من نگاه کردم، تو خندیدی. صدای زنگوله ها تو دشت میپیچید. یه مهمونی بود انگار، همه جمع شده بودن، میخندیدن، میرقصیدن، آواز میخوندن. نجمه رو سرشون شیرینی پخش می‌کرد. الو؟ بله من خوبم. بله شما رو یادمه، بخش کنسولگری سفارت آمریکا تو کابل. بله من خوبم، اینجا همه خوبم. بله من مایکو پیدا کردم. خرت چرخ دستی نجمه یه شال برای من دوخته، با سر به من اشاره میکنه. خوبه؟ دوستش داری؟ میگم خوبه، دوستش دارم. بعد پیشونی منو میبوسه. منو میبرنم توی حیاط. تو حیاط سلیم به تله خاکی اشاره میکنه و میگه اینجا خاکش کردیم، رو به دشت کنار سلطان احمد. پسر من و نجمه، هر دوتاشون اینجا هستن زیر خاک، تو خونه ای که خونه هر دوتاشونه. 2 تا قبر کنار هم. من اینجام کنار تو، رو همون قالی ایرونی دراز کشیدم که تو دراز کشیده بودی. ستاره ها رو از میون سقف پوسیده اتاقی دیدم که تو دیده بودی. صدای زنگوله ها رو شنیدم که تو دشت دور می شدن. و خیرت چرخ دستی نجمه که یه چیزی برات دوخته بود تا سردت نشه.
تو بود، حق با تو بود. همیشه یه چیزی یه جایی هست که باید بگردیم و پیداش کنیم. اینجا شب نبود مانی، شب نبود. اینجا شب نیست، اینجا هیچ وقت شب نیست. افتابک من شام ما سحر شد، کفتری سپید از لانه بدر شد. برخیز با هم یک جای باشیم و کفتران دانه بیپاشیم، دار صبا به خود بکاشیم. افسانه ای کی خواندن به بالینم برای خواب آرام و شیرینم، حقیقتی بود از زندگانی تا خوب و بد را تو بدانی. قدم برای بد نمانی، قدم برای بد نمانی. هر آنگاه نام تو را می طلبم و درباره تو می نویسم، قلم در دستم به گل سرخی بدل می شود. هر آنگاه نام تو را می نویسم، کاغذهایم در زیر دستانم غافلگیرم می کنند و آب دریا در آنها جاری می شود. و هنگامی که نوشته هایم را پاره می کنم، تکه پاره ها چون شکسته های آینه نقره‌ای می شوند، چنان که گویی ماه بر بساط نوشتن من شکسته است. مرا بیاموز چگونه دربارت بنویسم یا چگونه از یادت ببرم. دورارا که میرفتم یکی داد زد لنجین جوا کن تنزل حدر، یعنی موتورخونم پایینه، پلا باید بری پایین. بعد چند ثانیه بعد جان تا لولکش با جابا بزار دویدن پایین. بعد افسر پلیس رو کرد به من، گفت خب چی میگفتی؟ هم موقعی که دوستای صدای زد که قهوه‌ت آماده شد سم تا گرمه بیا بخور. اونم گفت باشه. دوباره رویشو کرد به من، گفت بشین. چرا نمیشینی؟ من نشستم. مرد با یونیفرم اسکاتلند یارد از من دور شد. من موندم آنجا روی او صندلی چوبی با رنگ خاکستریش، تنهای تنها. صورت عمار، زکریا، امی توی مغزم میچرخیدن. خب نگه اینجا دو اداره پلیس هم بیشتر به خاطر این صورت هاست. خب به خاطر پول هم هست ولی بیشتر به خاطر این صورت هاست، به خاطر تنها چیزایی که خونه بادم دارم. اینا حتما میدونن این ماجرا کار کیه و چی گوری میتونه باشه، مگه نه؟ اینا حتما آمار همه چیزو دارن، مگه نه؟ یه خانم فکر کنم یه افسر پلیس بود، آمد روبروی من نشست و پرسید اسم جمیله، نام خانوادگی ملیت، نبی قاسم عراقی، شماره پاسپورت. تو بگ. اوکی. شماره پاسپورت تو حفظ نیستی؟ میگم که همیشه همراهم بود. تو بگ. people in street still my bag, still my balto, still my java. اوکی. خب فکر کن بی چیزی یادت نمیاد؟ نوع ویزا یادت میاد؟ مدت اقامت، نوع ویزا تجاری، مدت اقامت 2 year. مطمئنی؟ داری دروغ نمیگی؟ دروغ؟ من چرا باید دروغ بگم؟ اگه میخواستم تو اوکی، میخواستم دروغ بگم که اینجا نبودم تو اداره پلیس. I alone woman. People
بیبلین استریت 3 نفر بودن، یه زنم همراهشون بود. استل مای بگ، استل مای بالتو، مای جواز، مای مانی. این چرا زبون نمیفهمه؟ بعد پشتشو میکنه به من، میگه لهجت خیلی بده جمیله، کار طول میکشه. میگه ما اینجا تو اداره پلیس هیچی تو نداریم، بعد استعلام بشی، بیشین تا همکارم بیا. و رفت. داد زدم اینجا پلیسی که بتونه عربی حرف بزنه نیست. او دور سرشو تکون داد که لا نیست. لحد یفتح مای لولی کیشا، میگه لحد یفتح مای داره عربی حرف میزنه، یعنی کسی شیر آبو باز نکنه. یهو صدای یه ضربه محکم به یه مخزن فلزی میپیچه تو دیوار زیر بام. دوباره صدا میپیچه تو سرم. این بار انگار محکم‌تر میکوبم به مخزن فلزی زیر پام. دوی سرم همه چی به هم ریخته. انگار یه نفر داره سعی میکنه یه عالمه بیچارزو بپیچونه سر جایش رو درستش کنه. عمار نبی واسه پدرم 53 ساله، اتهام خیانت به حزب بحث و فرار از جنگ با ایران، مجازات اعدام با سلاح گرم در حضور اعضای خانواده در ساختمان مرکزی پلیس است. صداش درست مثل صدای شلیکی گلوله است که از چند تا اسلحه همزمان با هم شلیک میشه. صداش درست مثل وقتی که اسلحه رو دقیقاً گرفته باشن کنار گوش. جنازه پدرم با موهای جو گندمیش میفته جلوی بام. روی پیشونیش و زیر شکمش خون دلمه میبنده. مادرم و زکریا و من مجبوریم همونجا بمونیم و تو سکوت نگاهش کنیم. اینو فرمانده سربازای گفت که کنار گوش من داد زده بود آتش. خون سرخ پدرم روی آسفالت داغ زیر آفتاب آروم آروم زرشکی میشه. مادرم دیگه اشکاش تموم شده، بلند میشم. من زکریا فکر میکنیم اینا همش مثل توی فیلم هاست. پدر الان بلند میشه به ما میخنده، میگه ترسیدین. بعد ما مثل وقتی که بچه بودیم میریزیم رو سر کولش حسابی باش کشتی میگیریم. اونم از زیر دست و پای ما میگه من تسلیمم. یک ساعت میگذره، 2 نفر میان که جسد پدر رو بلند کنن. میخوام بگم چی کارش داری که یکیشون داد بزنه. خفش. بعد سرباز بوکی 4 تا گلوله رو میذاره تو دست مادرم. میگه کیفش 4 دینار، یعنی هر بوکی 4 دیناره. میگه باید بخریشو، باید پولشو بدی. مادرم دست میکنه تو کیفش. همین که در کیفش رو باز میکنه من عکس خندون پدرم رو میبینم. عشق دوباره از چشمای مادرم سرازیر میشه. اوی که سرباز همین که داره پول مادرم میگیره آروم میاد جلو میگه یا سیدی ما رو ببخش. یا فرماندهش از اون داد میزنی داری چه غلطی میکنی؟ یا دقیقا یه خانم پلیسه. یه خانم پلیس میاد میزنه رو شونه افسر پلیسی که حالا روبروی منه. یه خانم پلیس نه چندان خوشگل میزنه رو شونه افسر پلیسی که حالا روبروی منه. میگه واو چه بوی انداختی با اون قهوت. سم بزن میخنده. میگه برو تو اتاقت الان میام باید از این دختر عرب بازجویی کنم. میگه یه چند تا نسخه خوب از چند تا هایکو برات آوردم. زن رفت به خانه. باز میگش دخترک پس از زنده ماندن اگر آفتاب هنوز در اوج آسمون بود. بازجویی نه سم. انا مرة عربي اوكي I alone woman
people in استریت این آکسفورد اوکی آکسفورد استریت استل مای بگ استل مای بالتو دورم کردن استل مای مانی مای جواز مای صورت مای فامیلی صورت هرچی که داشتم دزدیدن من اومدم اینجا شکایت دزدی کنم تو شما اونو برای من پیدا کنی منو اسم کوچیک صدا نکن دختر بالای هر شکایتنامه نوشته شده مشخصات شاکی هویت تو میتونی شکایت کنی ولی تو هیچی نداری تو بی هویتی من پاسپورت داشتم من ویزا اوکی ویزا داشتم من اسمم جمیله نبی قاسم تو هیچی نداری دختر میگه هیچی تو اداره پلیس اداره مهاجرت یا حتی اداره پناهندگی نیست میگه بذار یه جور بهتری بهت بگم ما چطور میتونیم به شکایت کسی رسیدگی کنیم که اصلا وجود نداره بعد چند تا کاغذ میذاره جلوی من میگه میتونی بنویسی اگه میتونی بنویسی بنویس چطور وارد خاک بریتانیا شدی و میره میگه حس فک المای یعنی میتونی شیرای آبو باز کنی صدای آب همه جا میپیچه اسمع صوت الماء انا احب الماء میشنوی صدای آبو من عاشق صدای آبم من عاشق آبم یه قدرت عجیبی داره این آب میتونه همه چیزو با خودش بشور و پاک کنه میتونه همه خاطرات خوب و بد و تو بگیر و یه زندگی جدیدی بگیر هیچ چیزی بود که همیشه زکریا بگیر برادرم آقا عاشق آب بود هر موقع خونه نبود و میخواستی پیداش کنی میکنستی تو شتای نزدیک بسته پیداش کنی در حالی که خودشو زده بود به آب و داشت شینا عاشق شینا از وقتی پدر کشته بوده اون مدام میرفت مطمئنم اون مدام سعی میکرد همه چیز رو فراموش کنه آخ سکره میگه تو مرده هر مسلمون یا باید شست ولی تو رو نشست یعنی اصلا کسی تو رو پیدا نکرد یه روز یه خبر به ما دادن که زکریا کشته شد تو جنگ کویت اون روز تو چشم مادر همه چی تمام شد انگار دیگه دنیا هم براش تمام شده بود من اما تو مغزم مدام با تو حرف میزدم یاد روزی افتادم که داشتن تو رو به زور میبردن جنگ و تو به من گفتی فرار میکنی زکریا ولی انگار صورت تیر اونا از صورت باهای تو بیشتر بود نبود سم دلم یه قهوه با تو هم سم سردمه دلم یخ کرده دلم داره گزگز میکنه با تو هم سم میشنوی دلم فقط یه قهوه میخواد دیگه انگار سرما و لرزیدن بخشی از همه وجود من شده لرزیدن و تنها بودن از روزی که عایشی چشمشو بست و دیگه نبود از همون روز بود که فهمیدم زمستون منم شروع شد و پایانی نداره سرما و لرزیدن از اون روز با من تا امروز روزی که مادرم دیخ کرد و مرد از این همه حسرت از این همه تنهایی لولکیش حالا دارم بلند حرف میزنن میگه لویل آب گرم اینجا زنگ زده اینو بابی زمایل یعنی اولاغا به اینا میگن اولاغا میگه خرج اینا زیاده خرج سفر زیاد بود و من پولی نداشتم اما خب چاره‌ای هم نداشتم خسته شده بودم اینقدر خبر مرگ شنیده بودم به خودم میگفتم یه جوری بعد از اینجا رفت یه جوری بعد از اینجا کند
بنویسم. بنویس خسته از این همه راه هم با تو هم سم. بنویس جمیله، خسته از زندگی، خسته از تنهایی، خسته از سفر راه افتاد تا دوباره شروع کنه. ترکیه بودم، تو تلویزیون دیدم صدامو کشیدن پایین، تو کمپ پناهنده ها هیلی و شادی بود، همه خوشحالی میکردن، میگفتن آزاد شدیم، برمیگردیم سرزمینمون، برمیگردیم عراق. ولی کدوم سرزمین سم؟ من که دیگه کسی رو نداشتم اونجا. من فقط 3 تا صورت داشتم. هیچ چیز و هیچ کس اونجا منتظر من نبود سم. باشه، اونجا به من نگاه نکن. قول میدم دیگه به اسم کوچیک صدایت نمی کنم. قول میدم. فقط اون صورت ها رو برای من پیدا کن سم. باشه، خواهش میکنم. اون صورت ها همه اون چیزی که من خانوادم دارم. بعد با لیوان قهوهش برمیگرده میگه لهجت افتضاح جمیله، انگلیسیت خیلی ضعیفه. اسمت این بود نه جمیله؟ جمیله زیبا، بیوتیفول. سم به من میخنده، میگه هرچی میتونی برای افسر مهاجرت بنویس. افسر مهاجرت تو راهه. یه مترجمم درخواست کردیم که اونم تو راهه. میگه امیدوارم متوجه حرفایم بشی. تو اصلا در وضعیتی نیستی که ما بتونیم به تو کمک کنیم. میگه تو از نظر قانونی وجود نداری. وجود؟ من وجود دارم. من اسمم جمیله است، جمیله نبی قاسم. من ویزا داشتم، ویزای تجاری. من اقام سم خواهش میکنم منو برنگردونی به سرزمینم. و میره. من موندم با این جمله. تو از نظر قانونی وجود نداری. کاغذا رو بر میدارم. اداره پلیس حالا خلوت‌تر شده. تو اداره پلیس هیچ که حواسش به من نیست. خب این شب به خاطر اینه که من اصلا براش وجود ندارم. از پنجره بیرون نگاه میکنم. لندن امشب برفیه. میگن بعد سالها داره برف میاد. درو که باز میکنم شهر رو میبینم که سفید شد. مردم رو میبینم که تو میرن که به خونه هاشون برسن. هیچ کس هم به هیچ آدمی کاری نداره. همه میرن اون جایی که کسی منتظرشون باشه. میرم سمت رخشورخانه دیکو. کوچه گرمه. میدونم یه چند نفری مثل همیشه منتظرم هست. دورا با خودم فکر میگم 6 ماه دیگه باید کار کرد برای پاسپورت تازه. به خودم میگم باید فراموش کرد. يا ربيع حكاية ما دبيت كل رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة وليل جبنت الغولة ولا ولد السلطان هاجيتك ما جيتك دنا بعيد من الدنيا هاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
نكبة في بالك الرنسخة حنملك كل حكاية احكي لعن جنة احكي للنار قلت عمر مدار فمن من الدنيا حاجيتك ما جيتك دينا بعيد من الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية ندانم چون کنم یارب دل دیوانه خود را ندارد الفت صحرا نه میل خانه خود را شراب عشق را کردند از روز ازل قسمت من از روز ازل پر کردم پیمانه خود را شب تارم نشد روشن ز عشقی همچو پروانه مگر از دست خود آتش زنم کاشانه خود را رسد از دوستانم زخمها بر دل از آن داغم غنیمت ز آشنای صحبت بیگانه خود را ندیدم در جهان بی وفا از کس وفا مخفی که تا سازد فدای شمع او پروانه خود را تا حالا شده خیال کنید اگه یک روز چشم باز کنید بعد ناگهان بفهمید نمیبینید چه اتفاقی براتون میفته؟ تا حالا شده یک روز چشم باز کنید بعد ناگهان بفهمید نمیبینید؟ میشه یکم موسیقی بذارید؟ در دستان شما یک چشم بند هست میشه؟ خواهش کنم اونه روی چشاتون بذارید؟ بذارید نترسید ندیدن قدرم سخت نیست نمیذارید؟ بذارید زنده باشید حالا ناگهان متوجه یک چیزی میشوید نمیبینید و بیشتر از آن که ببینید میشنوید بشنوید حالا با شنیدن صدا فقط میتونید یک کار کنید خیال کنید تا حالا با چشم بسته خیال کرده میگم بیایید همه با هم خیال کنید من تا 3 میشمارم بعد همه با هم یک نفسی دراز میکشیم بعد همه با هم خیال میکنیم آماده اید؟ آماده اید؟ 1 2 شالهای زرد سرخابی پیچ میخورن باد پنکه های کلان تو سر رو میزنه بینی بستان میپیچن حالا میتونم خودم تصور کنم که بین این همه رنگ این همه باد بازی کنم جلو میارم چشات باز نکن بذارید با هم این همه رنگ و باد خیال کنیم این صدا رو میشنوی گوش کن این صدای کاغذهای کاهیست که در همه جا پخش میشوند و در آسمان میچرخند درست مثل برگ‌های درخت چنار در پاییز وقتی
باد توشان میپیچه. آنها اول بازی میکنن در میان آن همه باد. پدران روی زمین میغلطن. اول یک صدای نرم بعد میمیرند. شایدم میخوابم. نه نه هنوز نخواهش میکنم چشاتا باز نکن. بذارید خیالتان برم. این یک نمایش عادی نیست. یک راز است. یک راز که میخوام با شما تقسیم کنم. یک راز که میاد من و خیال شما شکل میگیرم. تشکر دارم زنده باشید. حالا از 3 تا 1 میشمارم بعد چشتون رو باز کنید. 3 2 1 پرفکت. صدای کارگردان پرفورمنس ما میخیزه که میگه پرفکت. دیزاین فضای اینجا باید مثل خودشان باشه، مثل دنیای خودشان. ترکیبی است از زشتی و زیبایی. صدای بغض طاهره را میشنوم. بغض ایرای گلویش را میبنده و من آن را میشنوم. دخترها سیکرت میخوای؟ دخترها ما بودیم. افسون، طاهره و من. زیبا ترکیبی از همه زیبایی هایی که باید در یک روی باشه و نیست. نه نمیخواستم سیگرت نمیکشم، آنها هم نمیکشم. نه از اینجایی که ایستادی درست رو برویته. از آن کلکل کلانی که میان سالن از خوب میشه دیدش. میگن کلانترین ساعت دنیاست. دروغ نمیگن. بیا من ساعت به کلانی در عمرم ندیدم. نگاه طاهره با تلخی میگه تو من میتونی ببینی. ساکت میشم و آرام میگویم یک چیزایی یک مدلی میتونم ببینم مثل سایه و روشنی نور. میدانم که اون نمیبینه. میدانم که عصبانی است. همیشه خسته و دیوانه است از سفر، از این راه طولانی، از اینکه نمیتونی با نفرها حرف بزنی چون زبانشون را نمیدانی، نمیتونی اونا را خب خسته است از یک جا موندن، هلاک از یک جا زندانی شدن. آخرین بار که جوان شویش رفته بود همه درای خانه برش قفل زدن. طاهره 1 سال و نیم تنهایی کشیدن. نه کسی ازش خبر داشته نه خودش میتونسته بره بیرون. او فقط با صدای نفرهای در کوچه زندگی میکرده و سکوت، تنهایی. گاه بیگاه صدای پاهایی رو که روی پشت بام خانه را میرفته یا میدویدن میشنیده. طاهره میگه یک شب صدای پاهایی رو شنیده و بی اختیار شروع کرده به جیغ کشیدن. میگه نمیدونسته چرا، نمیفهمیده فقط جیغ میزده. همه جا ساکت شده است و سکوت. دیگه هیچ وقت صدا برنگشتم. جانا چگویم شریف راغت چشمی و صدنم جانی و صد آه. باد وقتی توی مزار شریف و بیچه همه چیزو به حرکت در میکشه. صدای تق 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 همه چی بلند میشه و او که تنها توی خانه بوده صدای تق 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 همه چی رو میشنده. صدای خوبی که با دایمون رو تکان میداده به صدایش مثل یک پتکی که الان توی سرش میپیچه. آب و غذاش کشته میپیشه. خیال بکنه جهان رو برای همیشه فراموش کرده. باید میگه همیشه
یک چیز غیر میترسنم که بگویم جهان چرا میگه آخرین دفعه گفتم چرا جهان چرا هم دنبالم کرد و چرا من زد که من توی دلم میگفتم خدایا من این جهان نمیخوام. یک روزی تصمیم گرفته بود و زده بود بیرون مجبور شده بود نوریخته بود توی چشاش نکوچه باد بود آخا نکوچه نفر بوده که بسیار فرار میکرد از جنگ و نامیدی از نفرهای متأثر و عصبانی. هیچ کس و هیچ چیزی منتظر یک زنی تنها و ترسید از تنهایی نبوده. تصمیم میگیره برگرده خانه. دایره میگه وقتی رسیدم خانه پیش در زایه جوان رو دیدم ایستاده بود منتظر من بود داشته با یکی دوتا مرد دیگه حرف میزده میگه ترسیدم زانوانم شروع شد بخی نگویش از دور خورد توی چشم شروع کرده به دویدن همونطوری که فرار میکرده نه یک چیزی که رویش میپاشه و یک صدایی میزده یه چیزی روغن داغ توی مایتابه و یک بوی تنگ غلیظ سوختگی دیگه رویش بلند میشه بوی روی خودش بوده میگه بیهوش شدم و دیگه چیزی ندیدم. تو هنوز چیزی میبینی؟ ها چیزی گفتی افسون؟ تو هنوز چیزی میبینی؟ یک چیزایی یک مدلی میتونم ببینم مثل سایه روشنی نور ساعت دارم میشه 30 بعد از ظهر شما فقط 2 ساعت مونده تو چیزی میبینی؟ افزون خیلی حرفی نمیزن وقتی حرف میزنه همه خیلی خوشحال میشن که چیزی گفتم یک روز پیش گفتم چرا صدات آزاد نمیکنی افزون گفت صدای من ماد زیبا یک طوری باید حرف میزنه که برای شنیده شدن صداش باید خودت بهش نزدیک کنی خیلی نزدیک خیلی آرام و به هیچ احساسی حرف میزنه درست مثل شعراش آرام و به هیچ احساسی میاد توی جانه بعد ناگهان میفهمی غرق شعر شدی بهش میگم تو حق داری حرف بزنی تو حق داری زندگی کنی یه خنده تلخی میکنه و این شعر برام میخوانه بشکند دسته که خم برگردن یاری نشد کور بر چشمی که لذت گیر دیداری نشد 100 بهار آخر شد و افزون کسی اینجا نیستش که بلند بخوان صدات آزاد کن بخوان 100 بهار آفرین باریکلا بلندتر 100 بهار آخر شد و هر گل به فرقی جا گرفت غنچه باغ دل مازی به دستاری نشد هر کی آمد در جان بودش خریداری ولی پیر شد زیبا صنم لیکن خریداری نشد آخرشم غمگین کرد میگه
حالا زندگی من سالا قبل از آنکه چیشایم رو بگیرن گرفتن. ما فقط عاشق بودیم. آنها روی به من داد میزدن که این شیطانم، خود شیطان، و من درست مثل طاهرم سوختم و دیگه جایی رو ندیدم. یادگار همونطوری که داشت داد میزد گریه میکرد بردم بهش میگفتم تو کافری، تو گناه کردی که با یک شیطان خوابیدی. و من همونطوری که از در داد میزدم صدای گلوله ها رو شنیدم. صدای گلوله ها را شنیدم که بر جان یادگار می نشست. بعد سکوت بود و باد. خاک میگه سالها همه بهش سنگ میزدن و او را از خودشان میراندن و او سالها با هیچ کسی حرفی نمیزدن. من که دلش نخدا میترسیده از حرف زدن، از شنیدن شدن صداش. گفتم اسمش بگیم نه گوش کن صداش داره بلند میشه. صدی بعد از او یک آقایی خوش‌لباس مهربان گفت سلام زیبا خانوم، ما خیلی خوشحال هستیم که شما جهانی شدین. شما با بازی در فیلم فرانسوی بای بازیگرای افغان رو به سینمای جهان باز کردید. مدل ما میخواد باشه ما یک مصاحبه داشته باشیم، یک رسانه مستقل. آدرس یک دفتری را داده بودن در کابل، یک محله ساکت و قدیمی. داشتم پلاکارم میخواندم. 11 12 13 14 بعد با ساعتم نگاه کردم، ساعتی بعد از ظهر بود. بعد همه جا سرخ شده بود، بوی سوخته شدن پوستم، رویا دستم چشم داشت میسو، جیغ کشیدم از درد و از سوزش. یکی از پشت سرم زد و من قاطم زمین. چیغ کشیدم از سوزش شدن. یکی از پشت سرم زد و من قاطم زمین. چیغ کشیدم از سوزش شدن. یکی از پشت سرم زد و من خوردم زمین. بعد همونطوری که دست برام محکم گرفته بود روی زمین میکشید و میگفت خفه شو سرک ارزم، خفه شو مادر به خطا. و من جیغ میکشیدم. بعد من رو پرت کردن در یک ماشین. یکی که توی ماشین بود و آنی که برای آورده بود گفت خفش کنی شلیته رو. و من جیغ میکشیدم. نه به خاطر سوخته شدن روی، اما به خاطر سوختن تمام خیالات، تمام زندگیم که ظرف چند ثانیه سوخت و زباله شد. Okay, my beautiful lady, beautiful طاهره. اینه کارگردن نمایش بر ما میگه. همیشه ما رو اینجور صدا میزنم، میگه همه چی آماده است. اینجا یک سالونی با سرامیکای شطرنجی است. قراره روی دیوارا اینجا پشت در پورترهای زیبای شما شالهای حریر خوش رنگ از صفاویزان هستن و از کلک نکلان اینجا میشه بیگ به ندید. بیگ به کلانترین ساعت دنیاست. گوش کنید. ثانیه ها میتونن همه چیز رو تغییر بدن. مطمئن هستم که شما هنوز میتونید یک چیزایی رو ببینید، یک چیزایی مثل رنگ، سایه و نور. راست میگو. من هنوز میتونم یک چیزایی رو ببینم مثل نور و سایه. افزون و طاهره، اما نه، ما 3 نفر بودیم.
آقای از ایرلند پول جراحی من رو داده بودن، اینترنت پیدا میکرده بود، 2 تا جراحی روی من انجام داده بودن و تمام. گفته بودن دیگه نمیشه کار کرد. گفته بودن ممکنه بشود اما پول کلانی میخواد. و دیگه نه کلینیک بود نه آن آقای ایرلندی. یک ماه مونده بود تو ویزای من تمام بشه باید برمیگشتیم در افغانستان تا اینکه این آقای کارگردان ما پیدا کرد. گفت بیایید حرف بزنید، بیایید همه بگویید، بگویید چه آرزوهایی داشتید و الان چه آرزوهایی دارید، بگویید چرا اینجا هستید. ساعت دارم به 5 نصف میشه. خیال کنم کابل خارج شده بودیم انداختنم در یک اتاق. من هنوز از در چیخ میکردم، ناله میکردم. گفتن خبرشو آشغالی نمون اتاقیست که در اون روسریت روشن کرد. به آن فرستمی گفتی دوست ندارم تو آبروی ما را بردی. من میشونم بغض کردم. شروع میشه. ما شدیم 3 تا پوستر نمایش دنیای زیبا، 3 تا زن زیبا که میخوان در نمایش با جهان حرف بزنن. نه دست که اون جهان نه دنیا. طاهره میخواست بیا که دیگه طاهر نیست. افزون شاعری که افزون مردشه که هیچ وقت آن نرسید. و من زیبا یک زنی بودم بیشتر سنت شکستم. و کارگردان میگه دقیقه های آخره میدونید باید چه کار کنید و من به نفره خیال میکنم. دلم میخواد بشم بگم سلام. ما فقط ویزا میخوایم. ما فقط میخوایم یک جایی باشه که ما اونجا بمانیم. ما مال این جهانی نیستیم. ما نمیخوایم کسی رو بترسیم. ما از اولش این شکلی نبودیم. 3 تا دختر عادی بودیم با امید آرزو. ما فقط میخوایم که شما اما ترحم نمیخوایم که شما ما رو قبول کنید که ما بخشی هستیم در این دنیای زیبا. بعد کارگردان دوباره رو به ما میگه تماشاچی‌ها که آمدن تو اول موسیقی فیلیپ گلاس شروع میشه، بعد تو یک قدم جلو میایی زیبا. من افزون و طاهره همونجا میمانن. بعد همونطوری که تمرین کرده بودیم صدای شکسته شدن شیشه و ریختن کاغذ کاهی از سقف شروع میشه. افزون طاهره صدای باد نور و رنگ همه جا بخشه. حالا پورترهای زیبای شما روی تمام دیوارا دیده میشه. سعی کنید نگاهی باشید. به خیال کنید که آینده همه ما به این لحظه بستگی داره که دنیا شما را ببینه. 100 تا اسپانسر شد به بهترین جراحی‌های زیبایی عملتون کنن تا دوباره بشوید افزون طاهره به زیبا. صدای بیبی نمیشنوم. در روی لولا میچرخه و باز میشه. وای تماشاچی‌ها روی سرامیکای شطرنجی سالن نمایش در طبقه 7 سایه هایی که نزدیکتر میشوند. موسیقی فیلیپ گلاس. یک قدم به جلو. میشنوم یکی میگه زیبا تو میشنوم
میبینم کلکل کلامی سرتاسری رو در طبقه ابدار صداها توی مغزم میپیچن. تو دیگه تمام شدی، تو مردی وقتی دارم بگون دریت شد. میبینم نور دارم میبینم که از اون کلکل میزد بیستالو هم میرم میزم میشه نبم یکی زاد میزنم نزدیک با آن طرف نه آن طرف کلکل میزنم. قد دلم میخواد افسون و طاهره رو با خودم ببرم. میخوام فرار کنم از این همه صدا، از این همه نگاه. صدای کارگردان پرفورمنس ما میخیزد میگه زیبا سر جایم وایسا. بله طاهره میخوام بتازم دمیان شالوی سرمی سرخابی دستمان لنه. زیبا طاهره اینقدر دلم میخواد شما رو با خودم ببرم. میخوام فرار کنم از این بیدم و بنگ بنگ هرسان. اما طاهره این کامل ترین واقعی ترین نمایشیست که آنها میبینم. اینقدر دلم میخواد شما رو با خودم ببرم. میتازم به آسمان لندن و به بیگ بن نزدیک میشم و میگویم بیگ بن عزیزم برای دختری که میخواست فقط شبیه خودش باشد لطفاً یه دقیقه خفه شو. احساس میکنم صدای افسون رو میشنم. ایشم مدام است از لعل دلخواه کارم بکام است الحمدلله. جانا چگویم شرحی فراغت چشمی و سدنم جانی و سر چشمی و سدنم جانی و سر